سیاست غلط بود و هست. از اینجا به بعد بود که پای فیلتر شکنها باز شد. در جمهوری اسلامی هیچ کس با فیلترینگ موافق نیست. ما معتقدیم به اینترنت آزاد. اینترنت آزاد جلوی دزدی ها رو میگیره، جلوی اختلاس ها رو میگیره، جلوی کمکاری ها رو میگیره، جلوی مدیران بی عرضه رو میگیره، جلوی باندبازی ها رو میگیره، جلوی فریبکاری ها رو میگیره. این چیزی که الان هست این اینترنت آزاد نیست. این نوعی بازی با افکار عمومیه. ببینید عزیزان، سیاست فیلتر شکن فروش ها از اینجا به وسط اومد. پای فیلتر شکن فروش ها به وسط اومد. وضعیت فعلی نه فیلترینگ نه فیلترینگ نیست. یه شترمرغه. نه صفحاتی که باید آزاد و در دسترس باشن برای عموم قابل استفاده، نه صفحاتی که به دلیل رعایت امنیت، اقتصاد، اخلاق، فرهنگ، اجتماع باید محدود باشن محدودن. فیلترینگ فله‌ای قطعاً غلطه، همونطور که ولنگاری و بیبندوباری فله‌ای در فضای مجازی غلطه. در هیچ کدوم از کشورام اینطوری نیست. این وضعیت باید خاتمه پیدا بکنه.